يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خدا خواسته باشد درس های تجوید عملی را آغاز می کنیم که در این درس ها ما سوره ها را خوانده و قاعده های تجوید آن را به شما نشان می دهیم. يا حامل القرآن. درس یکم سوره فاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان، بعضی ها شیطان میخوند، خطا است. شیطان حرف طا هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رجیم نه را، رجیم. حرف را با فتحه قوس خوانده می شود. رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد، نه، حرف لام در اینجا باری خوانده می شود. رب را قوس خوانده می شود. عالمین حرف عین باری خوانده می شود. عالمین نه، عالمین. الحمد لله. لله مد طبیعی به مقدار 2 حرکت کشیده می شود. رب حرف را با فتحه قوس خوانده می شود. رب نه را به طرف او کشیده می شود. رب حرف ل باری خوانده می شود. عالمین به مقدار 2 حرکت می کشیم، مد طبیعی می باشد. عالمین. بعضی ها عالمین می خوانند، این خطا است، چون که حرف عین حرف استفاله می باشد، باری خوانده می شود. 2 حرکت می کشیم، مد طبیعی است. عالمین. کلمه عالمین آخرش مین مد عارضی با سکون که مقدار 2 4 یا 5 6 حرکت کشیده خوانده می شود. آیت دوم. الرحمن الرحیم. الرحمن مد طبیعی حرف را قوس خوانده می شود. الرحمن الرحیم حرف را قوس خوانده می شود. رحیم اینجا هم مد عارضی با سکون که مقدار 2 4 5 تا 6 حرکت کشیده خوانده می شود. آیت بعدی. مالک یوم الدین. مالکی حرف میم حرف استفاله است، باری خوانده می شود. بعضی ها مالکی می خوانند، خطا است. مالک یوم الدین. یوم الدین اینجا هم مد عارضی با سکون. آیت دیگر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک مد طبیعی، نعبد حرف عین با سکون آمده است که در اینجا قلقله نشود. بعضی ها خطا میخوانند، نعبد میخوانند، خطا است. نعبد و ایاک مد طبیعی، نستعین اینجا هم مد عارضی با سکون. آیت دیگر. اهدنا الصراط المستقیم. اهدی هی حوس است که ملایم خوانده می شود. اهدنا الصراط. نصراط بعد از حرف الف با همزه وصل آمده است، به همین سبب اهدنا نمی کشیم بلکه تیز به حرف صاد در آورده می خونیم. اهدنا الصراط المستقیم. حرف صاد با کسره سی خوانده می شود. حرف صاد و حرف طا حرفای استعلا هستند، قوس خوانده می شوند. اهدنا الصراط المستقیم. مستقیم
مستقیم در آخر مد عارضی با سکون می باشد که مقدار 2 4 یا تا 5 و 6 حرکت کشیده خوانده می شود. آیت بعدی صراط الذین انعمت علیهم، صراط مد طبیعی، لذین مد طبیعی، انعمت ان اظهار حرف نون روشن خوانده می شود. انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. علیهم غیر در اینجا اظهار شفوی است که میم سکون روشن خوانده می شود. غیر حرف را با کسره باریک خوانده می شود. غیر المغضوب، حرف غین با سکون آمده است، حرکت بکنید که قلقله نشود، نشود، مغضوبی. در اینجا حرف غین و حرف داد حرفای استعلا می باشند که غفظ خوانده می شوند. مغضوبی مد طبیعی، علیهم میم در اینجا اظهار شفوی است روشن خوانده می شود. ولا الضالین در اینجا حرف داد با تشدید آمده است و بعد از آن الف. بعد از الف حرف با تشدید آمده است که در اینجا مد لازم می باشد که مقدار 6 حرکت خواندنش واجب است. ولا الضالین و آخران لین این مد عارضی با سکون می باشد که مقدار 2 3 4 تا 5 و 6 حرکت خواندنش ممکن است. بعضی خطایی ها در این کلمه، در کلمه ولا الضالین، یکم خطاگی این که مد لازم را 6 حرکت نمی کشند، ولا الضالین می خوانند. دوم این که حرف لام را می دارند، ولا الضالین، این هم خطا است. سیوم خطا لین را از داد درازتر می خوانند، ولا الضالین. این هر سه طریق خواندن خطا است. طرز درست خواندن دا باید به مقدار 6 حرکت کشیده شود، پس از آن حرف لام 2 تا خوانده می شود و لین مد عارضی با سکون مقدار 4 تا 5 حرکت کشیدنش ممکن است. ولا الضالین. این بود درس اول. انشاءالله باز درس ها را دوام می دهیم. دیگر سوره ها را مثل همین سوره فاتحه خوانده و قاعده های تجوید را به شما نشان می دهیم. تا درس های آینده در حفظ و پناه الله باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.